عرض ادب دارم. بنده شجون پرویز دانشجوی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دانکو از کشور بنگلادش هستم. به مناسبت روز تولد امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به همه شما فارسی زبانان سراسر جهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. شعری که من درباره امام خمینی نوشته‌ام الان تقدیم می‌کنم. اگر تو نبودی شاید انقلاب میشد، ولی انقلاب اسلامی نمیشد. بهار می آمد ولی گلها نمیشکفت. اگر تو نبودی روز قدس نمیشد. در آسمان ابر می آمد ولی باران نمیبارید. اگر تو نبودی ایران میماند ولی جمهوری اسلامی ایران نمیشد. پرچم جمهوری اسلامی ایران اینقدر نورانی نمیشد. اگر تو نبودی انقلاب اسلامی نمیشد و عشق ناشناخته میماند. خداحافظ.